مستر هپی، خنده بدون مرز. توی برنامه هپی شو هستی. میخوام ازت خواهش کنم تو این ویدیو صدا رو کم کنی، چون که یه سری چیزا رو میخوام شفاف بگم در مورد برای بچه مهاجر. کم کردی؟ آفرین. که بهت بگم چه کسکشایی مهاجرت کردن که پستون ننهشون هیچی، چون ننهشون هم جر دادن. با من باش با برنامه هپی شو توی کانال مستر هپی بی هپی. گرفتی چی میگم؟ کم کردی پافیوز یا نه؟ مرسی. خیلی از آدما به 1001 دلیل که خودشون میدونن مهاجرت میکنن از شهر و کشور و روستا و دهستان و شهرستان و مرکز و استان و مهاجرت میکنن. خب خیلی ها مهاجرت میکنن، رشد میکنن، بزرگ میشن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن. خیلی هم با همین پکیج زن و بچه اینا میان کسکش عالم میشن. من رو این بخش میخوام برای شما صحبت کنم. یعنی چی؟ ببین عزیزم، یه مش خارکسته ما داریم، اینا با یه عقده های جاکشی و بی پدر مادری بزرگ شدن. اوکی. و بر این باوره که آقا من باید حرکت کنم، رشد کنم، بزرگ شم و خاره خیلی ها رو بگم. با اون عقده ها و کمبود ها و نقاب ها یه ازدواجی رو صورت میده و میرسه به جایی که دری به تخته و تیره نمیدونم به فلان میخوره. این کسکشای مادر فلان مهاجرت میکنن. اوکی. اصل ماجله خار کسه بازیشون از اینجاست. دما منفی 12-15 من دهنم یخ زده، خود درست نمیتونم دیالوگ بگم، ولی داشته باش. شروع میکنه به ارتباط با افراد دیگه در مهاجرت. یعنی این خارکسه هایی که حالا جلوتر براتون باز میکنم که چقدر اینا کسکش عالمن، مهاجرت میکنن با 1000 تا خلا، عقده و بدبختی. میان توی کشور جدید، فرق نمیکنه کدوم کشور. شما از قبل اینا اطلاعی نداری چه شخصیتی هستن، چه فرایندی هستن، چه آدمایی هستن، اطلاعی نداری دیگه. حالا یه جوری خودشونو چال میکنن لای خوبا، همه جورش هم توش هست. یعنی اول قیافه تخمی ما توشون نداریم، همشون بلدن چوری قیافه رو نایس کنن که وقتی این کسکشا رو کانتوراشون رو پاک میکنن آدم انش میگیره. قابل ذکره. من اینجا در مورد خانم یا آقا حرف نمیزنم. این ویدیو رو دوره از اول ببین پافیوز. دارم در مورد جنسیت هم آقا هم خانم. حالا خانم رو میگم کانتور، مردم میگم همچین شیف میکنه که به چه صورتی، چه زاویه فکی، چه آدمی. حالا این آقا با 1000 تا خلا و تخمی وار بودنش رشد کرده و بزرگ شده. کاری نداریم. این گروه از این آدما چه برفی برفم هی داره اینجوری میزنه، اینا رشد میکنن میان توی مهاجرت با زنش، بچه، حالا با شوهرش. اینا از اونجایی که یه خورده خب عقده داره دیگه و دوست داره فضاش رو خورده بزرگتر کنه، از این عقده خارج بشه، یه سری رابطه رو برقرار میکنه که اطلاعات دقیق‌تری از پیرامونش به دست بیاره. و یومینه ای دل غافل، مثلا ما با این آقایی که ازدواج کردیم، ما با این خانومی که ازدواج کردیم، کیس جالبی نیست. ما کیس بالاتر از این هم میتونست گیرمون بیاد، ولی چرا نکردیم؟ حالا فکر کن یه بچه داری، 2 تا بچه داری، اصلا نداری. شروع میکنه به چی؟ شیطنت‌های یواشکی. اینجا هم خب بلتب کشور خانوم‌هاست. حالا من کانادا هستم، کشور خانوم‌هاست و طرف شروع میکنه به جولان دادن و پیدا کردن آدم‌های مختلف و ارتباط و بعد مثلا کون نشور تا دیروز درینک نمیزد، الان درینک میزنه، کوکتل میزنه، کسلس میزنه. حالا باز میگم من خانم یا آقاشو نمیگم، اینا هر کدوم میتونن باشه. مهمونی شبونه میره، آقا تو بچه رو نگهدار، نمیدونم خانم تو شوهر رو، چی خانم تو بچه رو نگهدار، آقا نمیدونم یه روز بعد یه روز تو کسکش بازی‌ها شروع میشه. یعنی این طرف بریف میشه واسه اینکه
خارکسته بازی رو یاد بگیره. یعنی تمشو داره و توی محیطی هم قرار میگیره که این تمه رو یه خورده بیاره بالاتر. تو این هاگیر واگیر حالا چه خانومه چه آقاه یه سری کون نشور کسکش زیر دم سولاخی طبق خودش پیدا میکنه، ولی کون نشور زیر دم سولاخی پلاس، یعنی اون خارکسته که الان تو مهاجرت نشسته 5 ساله 10 ساله مار خورده افتی شده کسکش، میاد چیکار میکنه؟ این خانم و این آقا رو پیدا میکنه، شروع میکنه به مخ زدن. همجنس هم حالا به نوعی هستن. آره اینجا زندگی اینجوریه، تو حق حقوق خانما نمیدونی چجوریه. اگه تو ایران کونت میذاش الان تو میتونی کون شوهرت بذاری، یا مثلا شوهر واسط نمیخورده الان اینجا قانونی که باید واسط بخوره، نمیخوره بده اون یکی میخوره. خارکسته بازی شروع میشه، ان تو ان شروع میشه. یهو میبینیم این رو اونه اون رو اینه. بعد بچه کجاست؟ بچه مثلا داره به گای عظما میره، بعد مثلا بچه شده 15 16 سالش قرصی شده، هیجانش نمیتونه کنترل کنه. بابای از اون ور ببخشید هم داره میکنه هم داره کون میده. اصلا یه خرط و الاغی. چون تعادل وقتی نباشه، آدم وقتی ظرفیت نداشته باشه جو میگیرتش. یه زمانی طرف میرفته کاسه توالت میشسته میریده، بعد قش 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 میشسته، حالا رو توالت فرنگی میشینه. خب اینا گم میکنن دیگه، یه خورده سخته هضمش واسه همه اوکی نیست. میریم تا جایی که این دو نفر میرن چرخاشونو میزنن، یعنی خانمه برای خودش دوست پسر کسکلک بازی و فلان، مردم از این واسه خودش کسکلک بازی و فلان از این حرفا. میبینن که ایدر غافل 5 6 سال مهاجرتشون گذشته به چیزی هم نرسیدن. یه گروه جدید به تور یکی از اینا میخوره که تو میتونی خار زنتو بگای، تو میتونی خار شوهرتو بگای. چی جوری؟ هر چی داره میتونی ازش بگیری. خب من که نمیدونم باید چیکار کنم، هیچی. الکی تو واحد آپارتمان هاوست سر و صدا کن، شلوغ کن، انگار که تو رو زده. فرق نمیکنه خانم یا آقاشا. این دو نفر اصلا نمیگم این خانومه، من در مورد خانم و آقا صحبت نمیکنم. فرق نمیکنه این یا اون. جو بساز، فلان کن، نمیدونم برو آینه ماشین رو بشکن و اون کارو کن و فلان کن و زنگ بزن پلیس رو بگو تهدیدم کرده. ببین گوه رو گوه، ان رو ان، از 3 مدل مختلف رونده میرن اینا رو هم. زندگی میشه فاک عظما. کی اینجا اذیت میشه؟ ببین کاری ندارم، پول مرده میره، پول زنه میره، چون درد سراش خیلی زیاده. کی به گا میره؟ اون بچه نداره. کی به گا میره؟ شما کسخود که تا آخر عمرتون میدوید کیره خرم گیرتون نمیاد. اونایی که با ترفند ازدواج میان، اونایی که حالا بریم و خار شوهرم میگم خار زنم میگم، با این ترفندا میاد اینجا، کیره خرم دستتون رو نمیگیره. خودتون رو گول نزنید. خواهش میکنم وقتی مهاجرت میکنید با همسرت با شوهرت نمیدونم بشین سنگاتو وا بکن. اگه کندی بیا، نشد خداحافظ، هر کی بره دنبال خودش. خارکسته بازی تو زندگی در نیارید. اینا جواب نمیده. میخواستم همینو بگم. فوشام کم بود، خوشم نیومد. حالا ببینیم چی میشه. خیلی ممنونم. مرسی که کانال رو سابسکرایب میکنید.